سلام علیکم مردم شریف تاجیکستان، امیدوارم خوب هستید. گروه بسیار اکستریمیست و خائنای ملت، خائنای دین اسلام و تدان داخل داره بچه کبیری. اسدالله علی دروغ میگه. بله، اسدالله علی 15 سوتکا شیشت و ما اسدالله علی دا زیوله نشتگی نیستم. تشکر زیاد کارمندان MVD دا. ما در سایت MVD جمهوری تاجیکستان دیدیم اسدالله علی را، اما بختری را ندیدیم. ما باوری نداریم که بختری 15 سوتکا شیشتگی است. من عریضه نوشتگی هستم، این مینا بختری دا. نامه گارانتی میتونم که بختری خوزی بیریشه، ریش نداره و من کوشش میکنم تا آخیره. پروسا بختری نمیدونه ایساق فایوب کیست. من ریشی در جنایی کازیولا میگیرم، وقت ساعتش میشه. من نغز میبینم ریشی سلافیتا، ریشی اکستریمیزم تروریسم گرفتن. من فخر میکنم. فرقی نداره او آدم گلاسوک داره، بی گلاسوکه، ریش داره، ریش نداره. اگر زیدی آزادی زنی تاجیک گپ زنه، او آدم میدونه چیکار کنه. زن تاجیک باید آزاد زندگی کنه، آزاد. این حکومت جمهوری تاجیکستان میخواه و کوشش کرده. تشکر زیاد. وقت برای چی من جان فدای حکومتی حاضری نمیکنم. این برای پیشروی زنی تاجیک، آزاد بدنی زنی تاجیک. امروز دو استاتیا میشه، استاتیایی که پروستا زمین جنبی میشه. من کوشش میکنم که بختری را ریش بگیرم و ریشش اوجه گرفتگیه و دیگه باید در شبکه‌های اینترنتی این در سایتی MVD باید ما ببینیم. قانون به همه یک است، فرق نداره تو کی هستی. گروه بسیار اکستریمیست، قانون به همه یک است. من گارانتیتون میدم. من تو آخیرم میرم. پروستا ای آدم در اکران دیدین، این مرد نیست یکمش و دیمش. ای آدم آزادی زن تاجیک نمیخواه. آزادی زن تاجیک نمیخواه ای آدم. پروستا شما انتظار شین امروز استاتیوی سقفای بابا خونین و پروستا راحت بارین. من قانونی کار میکنم، قانونی. و سقفای کوشش میکنه که در شبکه‌های اینترنتی کاک اسدالله کاک ودکا بیگ کاک بختری کارو دیگه تکرار نشود. من کوشش میکنم. من در جای ریشی نای آدم وقت ساعت میشه من خود میگیرم. ریشی نای آدم زیدی آرامی ملت تاجیک افزادگی است. ای آدم باید جواب بده و ای آدم باید ریشه گرفتن در کار است. قانون در خیلی گپ گفتنی هستم. گروه بسیار اکستریمیست ای فرزندی کورنمکی محیدین کبیری من دکازات میکنم که قانون به همه یک است. من باوری دارم. زنده باشید.